نشست سومی دوها از نشست اولی و دومی که نتایج و اثرات خوبی نداشت برای مردم افغانستان، فکر میکنم بهتر است و اثرات خواد داشتن، چون در نشست اول و دوم اجندا و طالبان شریک نشده بودن، صرف یک دعوت شده بود و این دفعه سوم معاون منشی ملل متحد به کابل آمد و با طالبان دید و بازدید کرد، اجندا را با شریک ساختن و شرایط را هم گذاشتن و از دعوت کردن و تقریبا طالبان هم یک وعده دادن که اگر شرایطشان پذیرفته شود اشتراک خواهد کردن به این معنا که شاید اشتراک کنند در این نشست سومی. اگر اشتراک طالبان باشه بازی خوبی نیست که روی میتونن یا از موضعگیری خود دفاع کنن، شرایط و پیشنهاد خود داشته باشن، جانب مقابل قناعت بتن، بحث صورت بگیرن، جانب مقابل هم پیشنهادات داشته باشن. طالبان یا فیصله های مجلس تایید خواهد کرد یا رد خواهد کرد که هم یک مشروعیت حقوقی خواهد داشتن یا به مسئولیت پذیر خواهد بودن در این مورد. مفیدیت داره. دومی که ملل متحد احتمال بسیار قوی داره که نماینده خود برای امور افغانستان معرفی کنه که خود معرفی نماینده یک مراحل جدیده، پروسیجر جدیده و مسائل نوین برای افغانستان خواهد بودن که یک سلسله اصلاحات و تغییرات در نظام خواهد آمدن، یعنی اصلاحات عمومی طالبان که مردم افغانستان خواسته دارن و یا تغییر نیاوردن و همچنان روابط با جهان تامین خواهد شد. مساعدت های جهان با مردم افغانستان شاید ادامه پیدا کنه و یا بیشتر خواهد شد. مؤسسات خیریه و مؤسسات بین‌المللی که باعث رفاه مردم افغانستان میشه ایجاد خواهد شد، یعنی در کل مشکلات مردم افغانستان که مهم است از همه حل خواهد شد. و در خصوص اصلاحات که من گفتم شاید در مکاتب تا یک حدی برای دخترها باز شوند، همچنان خانم‌ها را اجازه خواهد دادن که با کار اشتغال برن، در سیستم نظامداری در ایجاد قانون اساسی و تعامل با جهان یک تغییرات خامخا وارد خواهد شد، اما به این زودی نخواهد شد چون نماینده جدید که می وقت میگیره تا که به کشورهای مطرح جهان، سیاسیون مطرح و مردم افغانستان، فعالان مدنی در مجموع با اقشار مختلف جامعه دید و بازی خواهد کردن و بعد با طالبان بحث خواهد کردن و این بحث ها را خواهد بردن به سازمان ملل متحد و تصامیم خواهد این مورد گرفتن. یک زمانگیر خواهد بودن و بیشتر از 6 ماه شاید این آهسته اثرات اصلاحات و تغییرات و امیدی که مردم افغانستان داره شاید برآورده شود. به او خاطر نشست سومی نشست مهمی هستند. کشورهای ضد اخلاق که دوز اشتراک میکنن این بار آمادگی کامل دارن چون آموختن یا دیدن از نشست اول و دوم. خود سازمان ملل متحد هم به این خاطر که این نشست سومی هم ناکام نشه تدابیر ویژه و خاص خود دارن و از من بهتر باز تکرار میکنم که اشتراک طالبان در اینجا بسیار مهم است. اما یک چیزی که باید زیادتر سازمان ملل متحد جامعه جهانی کوشش کنند که اشخاصی را که به نام نماینده ملت افغانستان در اوجا دعوت میکنن نماینده واقعی مردم افغانستان باشه، یا مردم افغانستان رو انتخاب کرده باشه یا او را تایید کرده باشه، نه ای که دست نشاندهای خود اشخاص بی هویت و کرایه شده را بیارن کما فی سابق. حتی در نروژ هم ما دیدیم که اشخاص بی هویت، اشخاصی که هیچ مردم افغانستان نتونه او را تایید نمیکنن بلکه نفرت میکنن و بیگانه را به نام افغانستان آورد در نروژ در نشست اول، نشست دوم، در نشست سومی از جلوگیری کنند. در اون صورت نتیجه نشست سومی دوها که قرار است گفته میشن در 4 جون امسال دایر شود مفیدیت بیشتر خواهد شد و امید مردم، امید جامعه جهانی هم به زیادتر خواهد شد و مطمئن خواهد شدن. در کل ما گفته میتونیم که انشالله نشست سومی دوها اثرات مفیدی به جامعه افغانستان خواهد داشت.